و اینکه شما شغلتون چیه؟ من نوازنده خیابونیم. به به، هنرمند هستن. اگر درست حدس بزنید یه کارت هدیه تقدیمتون میشه. اگر نتونین بار اول حدس بزنید دیگه شانستون سوخته دیگه. به نظرت میتونی یا نه؟ خدا بزرگه. خدا که خیلی بزرگه. بریم. خب یه مقدار این ورتر وایسین شما لطفاً این ور. مرسی. دخترم گل اینجاست. خب شما 4 تا دسته. حدس بزن که گل تو کدوم دسته. تمرکز داشته باش. حدس بزنید میبرن یا میبازن. رفتش. همون آدر دستت هست یا نه؟ بهم بگو. باخت داد. داداشم میدونست. ای بابا. وایسا. همون آدر همونو یه بار دیگه شما یه لحظه عقب‌تر وایسا. همونو یه بار دیگه بازی کنید. شما حدس بزن. یه بار دیگه حدس بزن. یک بار دیگه فرصت داری. بچه‌ها اومدید آرزا برگردید عقب. چون داداشم میگه دست ایشونه. دست آقای ادیب یه لحظه. یه قدم عقب‌تر دوباره من برید ممنون میشم. همون آدر خیلی ریز گرفتی ها. ماشاءالله. الان از دهنش یه گل میاد بیرون. همونه. مردم راهنمایی نمی‌کنن؟ چرا؟ ما گفتیم اولش نگرفتی. بگید کدوم دست. دست آقای علی. اون دست آقای علی فکر میکنم ولی خب فکر کنم رد کرد توی این دستش رای با اکثریت. بازی کن. نظر شما چیه؟ انقدری خفن بازی میکنن من خودم من نزدیک نگاه میکنم متوجه نمیشم. انگار داره شعبده بازی میکنه. یکیشو پوچ کنید لطفاً. یه شانس بیشتر بهش بدین. این پوچه. کدوم؟ دست آقا نادر که نیست. دست آقا نادر نیست. نه دست آقای ادیب. آقای ادیب کدوم دست؟ خالی بازی کنم بزنم. یه بار اینو میگین یه بار اونو میگین. یه خالی بازی کن. دست خود آقای ادیب. شما کنم من آخه. چپ آقای ادیب رو بگید. همونو بده. آفرین. به افتخارشون. ماشاءالله. یه لحظه. بله اجازه بدین. چند سالتونه؟ 36 سال. کارتون چیه؟ ساعت فروش هم تو بازار. بله. ازشون خوبه. نه بابا. الان میگه برو بعدی. آقا یه کاری ببرم. ببری میخوای چیکار کنی؟ میدم به پدرم میگه. مبلغ روز پدره دیگه. روز پدر به پدر. چه ساعت نمیدی؟ ساعت رو انقدر دادیم دیگه نمیخواد. میگه پول بده. میشه ببریش آقای عدی؟ اگه باختی ساعت میدی به آقای عدی؟ میدم. باختی ساعت اگه از من گلو بگیره. اگه از شما گلو بگیره یه ساعت بهش میدم. آره یه ساعت میدم. آقا همینجا اعلام کردن اگر گلو از ایشون بگیره یه ساعت به آقای ادیب هدیه میدم. مغازمون همونجا هم بهشون ساعتو میدم. تمام شد و رفت. تمام. بریم برای بازی. ببینیم چی میشه. این گله. ما 2 نفر هستیم 4 تا دست. آقای خیری هم باید حدس بزنه که کدوم دستمون گل هست. درست؟ میتونی؟ بتونم شاید. گرفتیش؟ دست شما یه مقدار عقب‌تر. دوستان اگه میشه یه قدم عقب بایستید ممنون میشم. هر جایی که هستید یه قدم به اون سمت خیابون برید. یه شانس دوباره هم بهش بدیم. نه اوکیه. این آقا خب منم شما یه خالی بازی کن. این گل. ای والله.
ماشاءالله ماشاءالله. خب نوبت ایشونه، اجازه بدید بفهم. بود ماشاءالله. خب یه ساعت از طرف ساعت فروشی ایشون تقدیم میشه. آقا رضا بگی یه لحظه جناب آقای عدی مسائلات هیچکی نمیبره، من اینجا هستم، نگران نباش. جناب عدی این جایزه ایشون که بردن و البته یه جایزه هم باید به شما حتما دوباره دادم که بیام اینجا. بسیار عالی. سلام. خب شما با عزیز من باعث افتخارمونه. باعث افتخاری که در خدمتشون باشیم. ان شاءالله که همیشه موفق. دنبالتون هم بودیم که پیداتون نکردیم که حالا تشریف آوردین، خوشحالمون کردیم. اگر اجازه بدیم ما بریم برای بازی. ما 2 نفر بازی میکنیم. آقای حسینی هم حدس میزنن. بسیار عالی. آقا نادر از خوبای بازی گلیاپوش توی بازار 15 خردادن. فکر کنم شناخت داریم. چند سال بازی میکنی؟ 20 ساله 20 ساله در زندان. از زندان. بله. ماشاءالله. خب این گله ما 2 نفر با آقا نادر بازی میکنیم. آقای حسینی هم حدس میزنن، انشالله که برنده بشن. شغلتون؟ راننده تاکسی هستم. راننده تاکسی. بله. به زحمتکش خواهش میکنم و شریف. زنده باشی ان شاءالله. بنازم عجب. من ندیدم این دیگه گلیاپوچ نیست، این دیگه شعبده بازی الان. بابا دست نداره، یه دست به افتخارش بزنیم. بنازم بابا چی کار میکنی؟ ماشاءالله بهت، ماشاءالله. اینو برای تو یادگاری. آره. آقا نادر چی کار میکنی؟ گل کجا میره؟ بابا عجب. برم وسایلم زندگی مونه. آقا نادر یه لحظه وسیلاتون رو اونجا نگهبان گذاشتیم داره میپاد. اصلا نرو همش با من. ما میخوایم یه افتخار بدی بازی کنیم با آقای عدی. این گله من گل میدم دست ایشون، ترفنداشو پیاده کنه ولی دهنه دیگه نذار. خب نمیشه آقا. 4 تا دست بیشتر نیست. از دهنت نیاد. کمک دهن نگیر چون ایشون باید حدس بزنه. خب 4 تا دسته. خب این الان ما اینجوری بازی میکنیم. نیفته. یه خالی بازی بکن شما. ماشاءالله اصلا با انگشت مگه کسی اینجوری بازی کرده؟ نمیتونی که گل نشون بدی. دیگه خالی. اول گل بگی. ببینم درم بذارم. دیگه اینو نداره دم بذارم. نه دهنت نذار کسی میشه. شما یه خالی بازی بکن. به حریف میخوایم، هر کسی میتونه حریف باشه ما میطلبیم برای این برنامه. گل بده. متاسفانه یه باخت دادی شما و قسمتتون نشد. نفر بعدی از کدوم شهر تشریف آوردین؟ شیراز. از شیراز. به خب به نمایندگی شیرازی‌ها میخوام بازی کنم با 4 تا دست. میبری یا میبازی؟ هر چی که قسمتت باشه. هر چی قسمت باشه. تمرکز کن. 4 تا دسته. به نظر تو میبره یا میبازه؟ گله؟ همه تون گرم بابا، به افتخاره. به افتخار شیرازی‌ها همتون گرم. چشم. دست گلتون در عرض به خدمت شما که تفریحی و نشاط آورتون. مخلصم. اسپانسر این برنامه مخلص شما هم هستم. شیراز برم انجام. قربون شما برم. این کارت هدیه تقدیم به شما است. کارت هدیه رو خودت می‌خوای خرجش کنی یا میدی به نوا؟ میدم به نوا. دمتون گرم. یه دونه مونده.
خب شغلتون چیه؟ من با چرخ کار میکنم. با چرخ توی بازار کار میکنید. درآمدتون در ماه تقریبی چقدره؟ خدا رو شکر. خدا رو. بارداشت کو برمیگردم دیگه. بله، همون بود دیگه. آره. بله. اگر درست حدس بزنید یک گوی طلا از طرف اسپانسرمون هدیه به شما داده میشه. بفرمایید. لطفاً جلو وایسید اینجا. بفرمایید. به نظرتون درست حدس میزنه یا غلط؟ انشالله درست هست. کی میگه میبره؟ میبره؟ آفرین. بابا دمتون گرم ماشاءالله. هدیه رو لطف کنید. بزرگوار خدمت شما. آقا رضا تمام شد جایزه. دست شما در ممنون. دست شما در ان شاءالله که همیشه تنت سالم باشه سلامت و باشه. همیشه موفق زنده باشه. باشه. دست شما در بله کارت داریم. کارت داریم. بله بله بفرمایید عکس هم اگه می‌خوایم بگیریم. چشم. خب 3 نفرمون. یعنی 6 تا. بعد بله یعنی 6 تا دست. این دختر ما باید انتخاب بکنه که گل کدوم دسته. تک گل باید بگیره. پوچ نکنه، تک گل بگیره. کارشون سخت شد. بله کارشون سخته. قبل یا 2 تا دست بود، الان 6 تا. 50 بود، الان 15% شانس داره. امیدوارم که بتونی برنده شی دیگه. رو به دوربین. میخوای با این پول چیکار کنی؟ چیکار کنم؟ کار خاصی که نمیخوام بکنم ولی دوست دارم بازی کنم. هدیه میدی به کسی؟ آره میدم به پدرم. به پدرتون؟ آره. دمتون گرم برای روز پدر. ما بازی شروع می‌کنیم ان شاءالله برنده بشن دخترم. اسمتون چیه؟ غفوری هستم. خانم غفوری از مقدار جلوتر لطفاً. بله. آقا رضا موفق باشی ما رو عزیزم قربونت چاکرتم. هیچ. آقا رضا دست چیزی ایجاد شد که بله. دیگه نمیشه هر خیلی سخت شد. 6 تا دست و یک گل. دستو بزرگتر. گل تو دستت هست؟ نمیدونم. من با ایشونم دیگه. من به سمت مردمم. خب. حدس میزنیم؟ خالی بازی کن. یه خالی بازی کن. خالیشو نشون بده. منم خالی کنم. شما هم یه خالی؟ به نظرت کدومه؟ فکر میکنم دسته ایشون باشه. فکر نکن. خالی بازی بده. اینم یه خالی دسته ایشونه. دست ایشونه؟ خب. چپ یا راست؟ دستشون. اولیه رو بگیر. اولیه رو بگیر. خالی بازی کنه. شف حاجی. نه. شف حاجی. اون خالی اون جفتش پچه. جفتش پچه. گوی طلا. ماشاءالله. خیلی آره گرفت. بله. جناب ادیب. چشم. بازی رو آقای ادیب انجام میدن و شما حدس میزنید. تو این دسته یا تو این دسته؟ به به. میتونی حدس بزنی یا نه؟ تمرکز کرده حسابی ها. ببینی میتونه گوی طلا ببره یا نه. اینه. ایشون بردش. ماشاءالله یه گوی طلا. لطفاً جناب ادیب این خدمت شما. خواهش میکنم مبارکتون باشه. نفر ممنونم. شغل شریفتون؟ خانه دارم. خانه دار هستی. چند سالتونه؟ 34. شما یه بازی انجام میدین، یک فرصت بیشتر ندارین. اگر تونستین گل رو حدس بزنید، جایزه طلا تقدیمتون میشه از طرف اسپانسر. بفرمایید. خب دخترم ببین این گله. اینم دسته. ما میذاریمش اینجا، بعد میذاریمش اونجا. بعدش میره اونجا. حواست قشنگ جمع باشه. آقای ادیب از فینالیستای برنامه آقای مهران مدیری و فوق العاده حرفه‌ای بازی میکنه دیگه. هر کی میتونه بفرمایید. یه فرصت بیشتر نداری. حدس بزن. اگر
میدونی دقیقاً کدومه؟ ما راهنمایی کنیم. یه خالی بازی کنه. یه خالی بازی. اوه ماشاءالله ماشاءالله. یه هدیه تقدیمشون میکنیم. یه هدیه. جناب ادیب این خدمت شما. گوی طلا تقدیمشون میشه و مبارکتون باشه. مرسی. مبارکی اونجا دخترم. مرسی. خداحافظ. چند سالته؟ 7. میتونی حدس بزنی؟ آره. 8. میخوای چیکار کنی اگه بردی طلا رو؟ بدم به بابا. آفرین برای روز پدر. آره. دمت گرم. بریم. حتما میبری پس. خب ببین. با دقت نگاه کردی ها فکر کنم بتونی. آفرین. حتما ماشاءالله ماشاءالله. یه هدیه تقدیمشون میکنیم مجدد. بچه‌ها کارتون چیه؟ من موتوری هم اینجا. زحمتکش. بله. عالی. خیلی مخلص. ما یه بازی می‌خوایم با آقای ادیب بزرگوار انجام بدیم. اگر برنده بشین یک گوی طلا تقدیمتون میشه. اوکیه؟ یک بار بیشتر هم شانس ندید. اگه ببازیم؟ ببازین هم که باختیم دیگه. شانستون نبود. دعا کن ببرید. ان شاء الله. بفرمایید. بفرمایید. در خدمت هستیم. بله. خب این گویه به نظرتون میبرن یا میبازن؟ میبره؟ آقای ادیب بازی سخت‌تر رو میخوام ها. از شیراز هم چشم چشم. به به. چشم ان شاء الله. ببینم میتونین حدس بزنین با دقت. جلوی دوربین نیا. آجی جان یه لحظه. به به. با دقت نگاه میکنی که ببینم ان شاءالله ببری یا قسمتت بشه. آفرین. ماشاءالله ماشاءالله. خب این طلا بیکارم فعلا. بیکاری. ما یه گلیا پوچ با آقای ادیب شما انجام میدین. اگر بردین که جایزه دارین، اگر نبردین پوچ میشه. یه شانس بیشتر هم ندارین. اوکیه؟ جناب آقای ادیب بفرمایید. یعنی دو تا دسته. خب گل یا تو اینه یا تو این. اگه درست بگی که جایزه میگیری، اگه غلط بگی جایزه نمیگیری. بله گفتم. آره. حالا من برای این الان به شما نشون میدم. سلام. ببین این گله. خب این گل. این گل. یا تو این دستم یا تو این دستم دیگه. من بازی میکنم شما درست حدس بزنین که توی کدوم هستش. من میذارمش توی این بعد می‌ندازمش اینجا. توی اینه. میخوای یه فرصت دیگه بهش بدین؟ نبود. باختش. یه بار دیگه باشون یه بازی کن. یه فرصت دیگه بهشون میدیم. یه فرصت دیگه. اگر برنده بشن من همینجا بهش یه گوی طلا میدم. خوبه؟ کدوم؟ اینه. متاسفانه برنده نشدن. یه دونه هم من بازی. شما بازی کنید. ایشون هم میخواد بازی کنه. آفرین. کدومه؟ آفرین بازی میخواد بکنه. بیا. نه بازی کن. بازی کن. یه بار دیگه بازی کن. ماشاءالله. متاسفانه برنده نشدن ولی یه کارت هدیه تقدیمشون میکنیم. لطفاً به افتخارشون. دمتون گرم.